آمدت گردم قد و قامتت گردم. فرانوس 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 من جمعه مده حق استادی باشدم اگر من باشم و تو. شرکت صاف سودا پیشنهاد میکند برای برآوردن ریش موی سر و نیز کردن کرم، درد معده، بیزوریاتی، داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میکند. اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، پس از داروهای پروتئین B12 و گنرهای صاف سودا استفاده برید. داروهای الهدایه به نمود کپسولا و روغنی که حتی حبیب نورمگامدوف توصیه میدهد به شما پیشنهاد میکنیم. دستافکا به همه شهرهای روسیه، مسکو و سنت پتربورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد. رقم‌ها برای تماس در روی اکران‌های شما. اگر از نام کانال فرهناز لایف گپ زنید، تخفیف علاوه کرده می شود. سلام و درود عزیزان دل. برنامه گل ناز را از سامانه فرهناز لایف پیشکش شما می‌گردانیم. مهمان امروزه ما هستند سلیمان تبروف، یکی از هنرمندان جوان که بدیل همه ما و شما با صحنه‌های تربیوی جا گرفته است. شما را خوش آمدید میگویم به برنامه گل ناز. سلامت باشید، رحمت که مرا به این برنامه‌تون دعوت کرده. سلام به همه مخلصا و پادپیسچکان این خواهرکی ما. زنده و سلامت باشند کجان عزیز. برنامه گل ناز از سه شرط عبارت است. یعنی شرط اول باید برک سرودخوانی یک جایه. اولی سرود رو من میخوانم، آخرش با کدام حتی که تمام شود شما میخوانید. خیلی نمیشه که اوشان خودت بخونی آخه. نه، باید غالب و مغلوب باید معین گردد. راست گفت من در همه سرودخوانی و شعرخوانی از همه دوره دانشجویی ذوق ندارم. خیلی من یک کوشش میکنم. خب سلامت باشم. شرط اولی برنامه من شروع میکنم. در آغوش تو میمیرم، در آغوش کیبار زندگی بردوش است. 10 ثانیه وقت شده گردیده است. تمامی دنیا بعضی ما و تو باشدم اگر من باشم و تو. او بله. عمری من می رود و یاد تو هرگز نرود. ده دیو یاد من نامخونه میشه. مرحمت. دلی درمندی مرا نبود به تو دوا. آمدت گردم قد و قامتت گردم. مایی گنده را بعد برنامه گنده یاد میکنی. امروز منم گندمکی سبز بدشت، حیف عمرم که در غریبی بگذشت. به ته باشه تمامش کنیم. ایشانه نشه. خوب. خلاص. مغلوب برمانده. خلاص که خلاص کرد. سلامت باشه. میگذاریم به شرط دومی برنامه. شرط دوم اکای سلیمان این قطعه هایی که روی میز میبینید میکشوید، میخونید و جواب میگردید، یعنی که اجرا میکنید. اگر از عهده شرط برایید مکافات میگیرید. دیدی پسرها در مگم چه هسته؟ نه فقط انا همین سه قطعه که میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. این درش این بچه نخون ندارم کنم. هیچ کلی باشم. سختر زد کنه؟ نشکن روشم. خب شما در نقش بازی دارید که گویا شخصی نزدیکتان را از دست داده‌اید و در بالای همان حالت می‌دارید. چگونه نقش می‌بازید؟ فرانوس 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 مثلا گفتی خیلی دکترش بخشی. خوب تشکر زیاد زیده باشه. شما یکی برای این سوال داده من رسیگر دیگه خط ساس داری ندیدم. بخشش که شما در میره ایستاده بود. مرحمت دیگه. یکون آدمی که در پیش میگه شما میگه شما افتی آدم نزدیک در خانه باشه. مرحمت.
اینجا آدمی تا پشت کنه تا خوش میکافی ماموشکا چیکار میشه کن یک لطیفه بود که همه مخلصان بخندن بعد از گریه خنده. یک بچه را زودروز فریاد میکنم خودش داخل رفتن داد کم ترک همه وزبینیش میکنم میخواد که اون کسبوشه که قصد بگیره همراهیش کند بعد در رفته که یک رفیق شما بیند یک رفیقی همین کم ترک صدافیل ده بعد میگه که چجور هستی میگه بیا جو میگه میریم یا تشکیلی میگه زوره خیلی تشکیلی هم میگه باش یک جایی میگه ما رفتیم بعد در رفتیش هم میگه که گوش کنه گل لیکن آیتی میگه یک خویش میکنم که وقتی که رفتیم اونجا فقط چیز هست بخوی یک گم نزن که ما در اونجا مقصد که یک کم ترک آبرو دارم اما آبروی مرا بود نریزونیده در بینی مردم میگه شیدم میگه تشکیلی بوشم میگه و خطیته میگه یگون چی گل میزنم خیلی میروم بعد خیلی خونه دندوش نیمتی بسیار خیلی تمی دست کنسوس کدگی همین را گفته دکتر فقط بخوی گام میزنم این همین دیگه میخوره در هم پرای جوش دیگه خیلی سوسوبان رفتی سر این بچه هم خیلی دیگه که هم طرف شده خراب میشه میشد میگردن نگاه میکنم که خیلی جوش خورده سه بخوری خیلی با صحبت کسی که با همه میشد همین سه برام خیلی میشد با میگردن نگاه جوش که میبینه که ای حد زیادی باز کنم میگه بچه برای خب هم پیش هم درخت دیده برو میگم چلی تبدوز یکم در میگه خودکی تا میگه خیلی پرتو با بیشی میگه تو بگر همجا با میخونه که میگه که اگر هم چیلی که میگه در دامت نومد که خوب هم سیسکر همه خورده هم خیلی خوده که دیگه برای سیسکر میسور چی نیست جون نیست بهترین زنده باشه مرحمت آخر نشته گیره ای ما بگی گوش کرد که دید شروع کردی شخصی بگی که وقتی دوست داشته اتان را با جورتان یک جا میبینید در این با او چی میگوید؟ چی میگه؟ خب تصور کنید که در آن همین حالت هستید و بایش هم حالته؟ بله گوش کن من از چی کم بودم؟ آخیر تو یک بگونه قطعی اگر میکردی مرا قدر نمیکرد نه خود جورای مخطی حیفی تو برای دوست حیفی تو برای دختر بیامونه تشکر زیاد زنده واقعا من در انا همین سیمای شما خوب هنر اصیل را دیدم زنده باشه سلامت باشه من فکر میکردم که انا همین آجید یک چند هنری که کردن که نقشی که آفریدید فکر میکردم که خود میدونید گفتید که باید بینم واقعا شهید گشتم که چیلنا نقش میبرد و چیلنا گریه میکنه سلامت باشه زنده باشه مکه جان میگذارم به شرط سیمی برنامه سوال رو باشون پیشنهاد میکنم جواب میکردم اولین فیلمی که شما بازی کرده کدام است و از روی کدام فیلم شما مشهور گشته؟ ما اولین فیلمی که بازی کرده بودم دوره دانشجویی بود یکم کورس سال 2009 بود همراهی سعید جان ایدیف که گروه شکرخانه کار میکنه یکمین فیلم با استاد جان سعید جان ایدیف فتحی گرفتیم که در آن فیلم بسیار مرا کمک کردن چون که قدم‌های اولین من بود من از این مقصد که طرز سیونک و مونتاژ حتی از اکتوری بسیار چیزا رو نمیفهمیدم اون کس به من کمک کرد فیلمی که من رو شناختم یک بار چند فیلمو که دنبالم کشید فکر میکنم با امی صبح مردم شناختم یکی از آنها فیلم مکلیزن است که بسیار مردم تماشا کرد بعد سلسله فیلمی مشکل زندگی که همراه اکمل جمعیف گرفته بودیم بعد فیلم تاکسی همین یک سه فیلموی هست که مثلا از همون فیلم‌ها مردم بسیار در کوچه ها مثلا در برنو میفرستند خب چون شما گفتید اکمل جمعیف میگن که شما شاگرد اکمل جمعیف هستید کی میگه اکمل جمعیف شاگردی من خب سوال دیگر نه می سوالتون در جواب دادن میخوام اکمل جمعیف مده حق استادی میگن که هم داره هم نداره اکمل جمعیف مده هم چو یک برادره ما اکمل جمعیف خطی برادریم همکاری داریم و یک چند فیلمو در
کار کردیم و در آینده یک چند فیلم هست که ما تیار کردیم باید به نزدیکی پیشکشی تماشابینا گردد. خیلی اکمال جمعه فتی هم گفتیم که فقط ما دوست برادر همکار هستیم. خیلی به خاطر سن سالشون اگر حق استادی قبول کنم معنیش نکیم در جدای صنعت فکر میکنیم که معبد که نمیشه پیدا کنم با قرش نکنم. تشکر زیاد. سوال دیگر راسته میگویند شما پسر زلخمار ابراهیم وحید؟ نه زلخمار ابراهیم راستگر در همه فیلم مکری زن وقتی که ما یک جای کار کردیم بعد از همه فیلم چندی کسا با من هم سوال دادن در کوچه که در حقیقت شما مادر و پسر هستید؟ نه ما فقط در فیلم مادر و پسر بودیم تمام. چون شما در اویله همین هنرمند بودیم که پدر و مادر شما؟ نه پدر و مادر من در اویله من نیست هنرمند، یک من خودم هنرمند. تشکر زیاد. سوال دیگر راسته شما تاکسی پانسمونه کار میکنید؟ راستی گپ از خوردی وقتی که من مهنت کردم رو آموختم یعنی معنی سری من باید مثلا با کارکنی که در آمد من با خودم انتخاب کردم که باید من چیکار کنم. همه وقت من حرکت میکنم که مقصد که مهنتی حلال کنم. وقتی که من اگان در بینایی که مثلا اگان وقت خالی هستم من کار میکنم اگان مثلا یک روز دو روز میرم هیچ گرنه درو کنم و 80 سنت 100 سنت کیسه نمیشه خوبه اوکی. مهنتی حلال هیچ وقت فکر میکنم که جای بدی ندارم. بله. جواب بهترین. سوال اخیران. نقش آفریدن در فیلم دشوار است یا در تئاتر؟ از نگاه شما. اگه فیلم ده آسان‌تره و چی به خاطری که اگر همون هنرمند مثلا اگه جوش خطا کنم با مثلا رژیسور هسته یا اپراتور هسته ای سرکه هم دفعه دوباره میگیرن. تئاتر ده نمیشه این چیز. تئاتر خینده و چی خاطر به خاطری که همین یک بار باید هر یک چی جای خودش در باشه. اگر یک جوش خطا کشید الکه باید معلوم میشه. خب جهانی سپاس به شما. خیلی شدم که سخن ما رو رد نکردید و مهمان برنامه گل ناز شده. سلام باشید. چی گفتنی ها داره در آخر برنامه برای مخلصان؟ در آخر برنامه برای مخلصان اولا به همه‌شون تنصیحاتی خانوادگی و سربلندی خواهیم و خدا کند که همین بیماری از این کشور ما دور شود و هر یک مادر هر یک شخصی که در این کشور و بیرون از کشور بیمار است به این بیماری گرفتار شده است از خداوند طلب میکنیم که به هر یک آنها یک شفای کامل نصیب گرداند و در خانواده‌شان خرسندی باشد. و بعدا از همه‌شون با یک خواهش من ادعا میکنیم که در همون کانال که ما در آماده پادکست کنم چون که وقتی که کانال نداشتیم میگفتن که در دیگه کامنتاری ها مینویسن که همین برادر گوید که کانال شدیم پادکست نیست. خب گفتم میتونم که نام کانال چیه؟ نام کانال سینما تیجی وقتی که شما در سینکش هم میمونه. خب دوستان عزیز ما در بچه‌ای که سامانه یوتیوب اکای سلیمان هست میمونیم در مورد پادکست کنیم. اکای سلیمان ما در آخر برنامه از طرف همین سامانه فراموز لایف برای شما تحفه داریم اگر قبول کنید. توفه باشه قبول میکنیم توفه خوبه. خب اکای سلیمان این از طرف سامانه فراموز لایف. سلام باشید. خواهید اگر بخشید برای مخلصان نخواهید این اختیار دست بود در قطعی بسم الله الرحمن الرحیم. احتیاط بشه. هر یک کار که بسم الله که گفتی انشاءالله که آیندهش خوبه. بسم الله پایین با بسم الله. مبارک باشه. چیزی بوده که دیده آدمو در بیرون میکنن در دیگه درو ماده شو پنج شکلی خدا میگه که و هر یک کاری که من دسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. دیدم من میتونم که مثلا آینه میخدم با 16 سکن شد. این توفه است. اگر قبول کنید بهتره است. ما فکر میکنیم که اگر همین توفه را مقصد که اگم بیمار و اگم فقیر و اگر بودت که آینه میکنه تون بخوتر میشه.
زنده و سالم باشه. که نور میشه در حق هم ما دعا میکنم هم در حق شما دعا میکنم انشالله که با خوبتر بهتر میشه. بهترین بار دیگر خوش آمده. سلام. بهترین صحبت. مخلصان دومی سامانه فرهناز لایف اما همین دورچه‌ای که می‌بینید سایت اکای سلیمان است. در اومده پپسات سکنید و از همه فیلم‌های پند و نصیحت و تربیوی با خبر بگردید. تا برنامه‌های دیگر خداوند یارتان. خیر عزیزان.